درود، خوش اومدین به چنل خودتون. پرستم توی این ویدیو همونطور که می‌بینید قرار هم دیگه نیم نگاه کوتاه مختصر مفید داشته باشیم به ایونتایی که تازه به بازی اضافه شده. این سری اخبار براتون مرور کنم راجع به اسکینای جدید که قراره به زودی وارد بازی بشه. اسکینای انیمیتور هستن، یه سری پوست رایگان که اومدن با هم دیگه قرار بررسی کنیم، بهتون یاد بدم که چجوری میشه رایگان گرفتش. پس حتما تا آخر این ویدیو کوتاه سعی می‌کنم تو 5 6 دقیقه تمامش کنم. همراه من باشین. امیدوارم که از این ویدیوهایی که من می‌سازم لذت ببرید. اگه دوست داشتین به چنلم سر بزنید، به ویدیو رو نگاه کنین، تماشا کنین. اگه دوست داشتین حتما سابسکرایب کنین، حمایت کنین. ازم به شدت کمکم می‌کنین تا کیفیت ویدیو رو بالاتر برم، سرعت انتشار بالاتر بره. خب دوست دارم این ویدیو به شدت کوتاه باشه، واسه نمی‌خوام زیاد اینترو رو طولانی کنم، هم 1 دقیقه به نظرم کافیه. خب شروع می‌کنیم. اسکین تاکسیک. اسکین اپراتور تاکسیک اپراتور خیلی خوب حمایتی هستش که وارد بازی خیلی وقت هست. در واقع توی بازی حالا قراره یه اسکین انیمیتور از این داشته باشیم، از این اسکین داشته باشیم و خیلی به نظرم اسکین جالبیه. میگن که 7 روز دیگه وارد بازی میشه. اگه شما وارد استور بشین، اینجا میبینین که ست لونا با تل انیمه آرکنایت هستش. به زودی قراره تو همین بخش ست در واقع تاکسیک با همین تم انیمه آرکنایت داشته باشه. احتمال زیاد که 100% پیشراش عکساشو براتون رو صفحه میذارم، میتونین تماشا کنین و لذتشو ببرین. میگن که تا نیمه های آگوست در واقع این ست توی بازی قرار داده میشه که میشه حدوداً یه هفته پس از انتشار این ویدیو. خب هنوز به صورت رسمی 100% این ست میگن که قرار 100% تایید نشده، اما حدودا 90 الی 95% مطمئنن که قرار 15 آپریل یه هفته دیگه وارد بازی، 15 آگوست یه هفته دیگه وارد بازی بشه. وقتی که تریلرش هم اومد حتما با هم دیگه اونم میبینیم. و همین هفته دیگه مونه. یه اسکین دیگه هم هستش که قبل از اینکه سیزن بیاد گفته بودن قرار بدیم بیرون. اسکین هک کلاسش میگن که 10 نوامبر، یعنی ماه دیگه در واقع میشه میلادی، قراره که این ستو داشته باشیم و اون هم ست جالبی هستش. ممکنه سلیقه خیلی نباشه، اما ست دیگه بگیرینش و سبک گرفتنش هم دقیقاً عین همین اسکین لونا هستش. یعنی شما 90 کارت میگیرین و باید 2000 تا دلتا تیکت خرج کنین. پس حتما از الان تلاشتون رو میکنین دلتا تیکتاتون رو جمع کنین. حالا اینکه چجوری دلتا تیکتون رو جمع کنین میتونین سر بزنین به ویدیوی اول کانال من. حالا لیزر توپق زدم ولی یه نره. و همین بریم سراغ پوست آیکانی که اومده. شما وقتی وارد استور میشین و وارد بخش تاپیک، اینجا میبینین که 3 تا در واقع 3 مدل اسکین های جدید برای گان های بازی اومده. ببینید این دیگه واقعا سلیقه‌ای، ولی هر 3 تاشون به نظر من خیلی زیبا هستن. اینجا گان M16 GT3 و ویکتور رو داریم اینجا که از نظر من بهترینشون هم هست. یوزی گانه SR. این کدوم گانه؟ فهمیدم کدوم گانه. این بیشترین فایر ریت رو داره بچه‌ها توی گان های اسالت رایفل. اگه شما هم اولی و دومین فایر ریت رو این داره و AK12. این هم در واقع گان خیلی خوبی هستش، ولی من اگه بخوام بگیرم این بیشتر به خاطر اینکه یوزی زیاد استفاده میکنم بر میدارم. خب این یکی هم داریم که طرح زیاد جالبی نداره. البته اینا سلیقه‌ای هست همشون، ولی گانایی که داره میتونه گان خوب باشه. از جمله اینکه گان کورتس رو هم داره که میتونه خاص باشه به نوبه خودش. AW داریم، تنها اسنایپ این تیکه و CL19. CL19 هم گان خوبیه. اینم بگم که CL19 واقعا گان خوبیه. خب این ستاره که میبینید، این ستاره دو راه داره. شما با دلتا تیکت بگیرید، یا اینکه اینجا وارد بخش ایونت ها بشین، اسپشیال و همین بخش اول فری باندل. اینجا باید ماموریت ها رو انجام بدید. ماموریت اینجا هر 10 روزه بار ریست میشن و 21 عدد ماموریت داره، 11 عدد ماموریت داره معذرت. پس شما باید 3 دور صبر کنین، در واقع میشه 33 الی 30 روزه. بعد شما میتونین این ماموریت ها رو با اتمام برسونین و این جعبه آخری رو بگیرین. حالا این جعبه چیکار میکنه؟ اینجا زده که یکی از این 3 تا جعبه پایین که اینجا میبینید میتونین انتخاب کنین. هر کدوم از اینا از این جعبه کامل، این باندلایی که اینجا دارین میبینید، این باندل ترکیبای ستو میده تا جایی که من ترجمه کردم و فهمیدم. اگه من بخوام بگیرم اینو میگیرم، شما رو نمیدونم، ولی به نظرم این باندل، این ترکیب ستی از همشون زیباتر میتونه باشه. خوبی که داره اینه که دیگه لازم نیست به اون قدر 2600 تا دلتا تیکت بدین. اینجا دیگه رایگان میتونین اون که دوست دارین رو انتخاب کنین. این به نظرم خیلی کار جالبی که بازی انجام داده. حتما انجامش بدین. اینم بخش جدیدی که اومده. پازل باید تکمیل کنین. به نظر من چیز جالبی نیستش. سیزن این ست جدید اومده که به ازای بازیایی که انجام بدین
این در واقع اوه پشمام، اینو من زیاد دیدم پسره رو. بگذاریم این اسکین گان رو بهتون میده، به شدت اسکین زیبایی هست. اسکین 12 هم تو ویدیو شورت بهتون توضیح دادم که چجوری میشه بگیرید. و گان جدید KC 17. خب ببینید این گان به نظر من چیز جالبی هستش. چرا؟ چون فقط با توی مود وارفر فقط با اپراتورهای حمایتی یعنی ساپورترها میشه استفاده شه. تاکسیک و در واقع استینگر حتما اصلا وقتی گرفتمش ویدیو ازش میذارم بهتون توضیح میدم که چجوری میشه گرفتش. خب چجوری میشه گرفتش؟ نه معذرت میخوام، بهتون توضیح میدم که چجور گانی است، خوبه یا نه. و همین چیزایی که با هم میگفتم و گفتم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. دارم سعی میکنم کوالیتی کار بالاتر ببرم، کیفیت ویدیو بالاتر باشه. خیلی ممنون میشم ازم حمایت کنین. خیلی وقتا بوده من خواستم جا بزنم یا مثلا گفتم امروز حال ندارم ویدیو بسازم، اینجور چیزا همون روز بوده، مثلا قسمت نمیدونم چجوری طراحی شده بوده، شما مثلا کامنت میذاشین برام، دمتون گرم. خیلی خیلی انرژی میدارین. این انرژی باعث میشه که من به کارم ادامه بدم با انرژی خیلی خیلی بیشتری. و همین حرف دیگه نمونه، حتما سابسکرایب کنین، به چند سر بزنین، از ویدیو خوشتون اومد حمایت کنین حتما خیلی ممنون میشم. کامنت بزنین برام، حتی یه استیکر ساده باشه، کلی به من انرژی میده که ویدیو رو به کیفیت بالاتری درست بکنم. خب خیلی ممنون که این ویدیو دیدین. فعلا بدرود.